قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملم. هرگاه ما را تشریح میکنیم یک تعداد در فکر ایتون میفکر مولا تمام روز میخواد امی قبر است و امی قبر است، امی عذاب است و امی عذاب است، امی جنت است و امی دوزخ است. والله این قسم است که تا هنوز قبر توضیح نشده، تا هنوز زنده شدن بعد از مرگ توضیح نشده، تا هنوز مسائلی که ما در ورای خود داریم توضیح نشده. هرگاه توضیح میشد این ریشخندی که ما امروز میکنیم نمیکردیم. به هر انسانی که حشر میشه ایتو یک بیرقی داره و در اون نوشته میباشد که هذا غدرة فلان ابن فلان، این خیانت، این بیرق خیانت فلانه پسر فلانه است، او بیرق در پشتت است، او رد میزن، او را پت کرده هم نمیتونی که ما از چوب هم نیست کوسو بندازیش. الله جل جلاله این انسان را حشر میکنه. کسی که با او ایمان داشته باشه با دستش به حرام میرود، با دستش به جنایت میرود، با مجردی که انسان چشمش پت میشود بعد از کل القاب مادی فرو میریزد، کل سیستم مادی فرو میرزد. در اوجا باز بر ما نمیه که آقای مولوی صاحب، جناب فلانه و وزیر صاحب، پوهان صاحب، دکتر صاحب بکشین، باز نامتان کسی نمیگیرد. جنازه تیار شده یا نشد؟ آوازه مرگ ما به گوش دیگر هم خواهد رفت. این ایمان داشته باشید. پس وقتی که ما هم میمونیم از این دنیا میریم، چی پیش روی خود داریم؟ آنچه که ما به الله پیش میکنیم او چی است؟ او چیزی که رحمت خدا را ما میخوایم او چی است؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم و از کدام من خدا واقعا به اخلاص میشیم؟ یک بار از خود پرسان بکنیم. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله نحمده و نستعینه و نستغفر الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لتهدي الناس إلى صراط العزيز الحميد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ولمن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه كل نفس ذائقة الموت. صدق الله المولانا العظيم. برادرای عزیز، امروز بحث سرزیست که ما فرصت بسیار محدودی داریم. اگر زیاد حساب بکنیم میگم 100 سال بعد از این دنیا خواه میریم، الا ماشاءالله که یگان از 100 دو طرف تیر شود، غالبا به 100 هم نمیرسیم. ولی هر لحظه و حیات ما شما حساب شده است و الله جل جلاله از ما پرسان میکند. روز پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گشنه شده بود، از خانه‌اش بیرون رفت، میبینه که حضرت عمر و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنهما اونا هم بیرون رفتن. برش دید که نه که گشنگی شما را هم بیرون کشیده. گفت بله یا رسول الله، جز گشنگی چیز دیگر ما را از خانه بیرون نکرده. در خانه چیزی نبود، به خاطر از اینکه روز به اصلاح بگاه بکنیم بیرون رفتیم. یکی از اصحاب انصار رضی الله عنه او عرصهشان در خانه برد و نان بسیار خوبی را برش تهیه دید. بعد از او نان که خلاص کردن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم با صحابه که حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر و صاحب خانه بود، ایتو برش دید که والله لا تسألن عن هذه النعم، قسم به خداست که از این نعمت ها پرسیده می شوید. نعمت را کسی دیگری داد، نان کسی دیگری داد، از حلال و حرامش دیگر کس جواب می گفت، ولی صرف استفاده اینها کردن.
پیغمبر گفت که قسم با خداست که از این نعمت در روز واپسین پرسان کرده می شوید و الله جل جلاله از شما پرسان می کند. بنابراین امروز ما و شما بی نهایت زیاد نعمت ها داریم. نعمت های را می بینیم که از هر طرف به طرف ما و شما می آید و این را استفاده می کنیم. با ایخ نعمت هایش هم ما می بینیم زبان شکر و زبان سپاس بسیار کم خلاص می شود. از بزرگترین نعمت ها یکی هم نعمت رمضان است. نعمت اینی مجلس است که الله جل جلاله برای ما و شما ارزانی داشته. بنان شکرش باید ادا بکنیم تا وسیله شود ازدیاد نعمت برای ما و شما. عزیزا، الله جل جلاله به اساس از اینکه قادر است، عالم است و مرید به اراده خود است، چیزی عبث و پوچ و بی معنا را پیدا نمی کند. هر آنچه را الله آفریده در او هدفی است و هدف آفرینش ما و شما را الله توضیح داده که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بنان هدف آفرینش از انسانیت و از جنیات همان معرفت الله جل جلاله، شناخت الله جل جلاله و استفاده کردن از وقت و حیاتش جهت تقرب به الله جل جلاله است. این معناست. بناهن اگر ما به خط پیغمبر علیه السلام رفتیم، در حقیقت زندگی خود را معیاری کردیم، در حقیقت وقت خود را قیمتی کردیم، در حقیقت ما از عمر کم خود برای بقای اصلی خود استفاده کردیم و فرصت گرفتیم. روزی مرد دیوانه تیر می شد. پیغمبر علیه السلام صحابه را خطاب داد که ای کی است و چی شده؟ کلی گفتن یا رسول الله هو مجنون، دیوانه است، دیوانه. پیغمبر خدا فقط امی کلمه را میخواست بفهمد و گفت که لا تقل له مجنون، دیوانه برش نگوین. اصحاب گفتن یا رسول الله خیلی چی برش بگوین؟ بل هو مصاب، او مریض است، تکلیف دارد، او را دیوانه نگوید. بعد گفت خیلی دیوانه کیست؟ گفت دیوانه کسی است که آخرت خود را در بدر دنیا مفروشد، آخرت خود از دست میدهد و دنیا را میگیرد. از طرف دیگری پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث زیبا می‌فرماید که ستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا. فتنه ها و آشوب ها همچون پارچه های تاریک از شب یکی پی دیگه به سویتان میاد. از این بعد فتنه ها زیاد می شود تا به جایی که یصبح الرجل مؤمنا، صبح یک نفر مسلمان است و یمسی کافرا، شب از کافر است. یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، شب مسلمان است، صبح کافر است. یبیع دینه بعرض من الدنیا، دین خود به چیز بسیار اندکی از دنیا مفروشد. دنیا را میگیرد، دین فروشی را شروع میکند. عملا ما شما میبینید چی حال است؟ چقدر مردم دین خود مفروشند، چقدر مردم جهاد خود مفروشند، چقدر مردم ارزش های خود مفروشند و این کلش در مقابل یک چیز بیچاره و دون دنیا. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگر میفرماید که الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان هوشیار و زیرک او انسان است که خواسته های نفس خود را کوچک بشمارد و را زیر پای قرار بدهد و عمل به روز آخرت خود بکند. والعاجز من اتبع نفسه و هواها و تمنى علی الله الامانی. انسان عاجز و به تعبیر دیگر انسان احمق او انسان است که همه کارهای ناشایسته و اعمال خلاف دین را انجام بدهد. با چی میگه؟ خدا خو رحیم است، خدا خو انشاءالله میبخشد. نه، الله قهارم است، الله قهارم است. روی این اساس عزیزا این زندگی ما شما زندگی دو روزه ای است. این زندگی را میتونیم قیمتی بکنیم و میتونیم این زندگی را با آسایش و نرمدلی دنیا سپری بکنیم که در اخیر جوابگو خواهد بودیم. به هر صورت کل نفس ذائقه الموت، هر نفس چشنده مرگ است. شما در دنیا کسی را نخواهید دید مگر اینکه او از این دنیا رحلت کرده. در این دنیا وقتی که انسان میرود میبینیم عملا به سر قبرستان که ما شما تیر میشیم انسانایی را میبینیم که میگیم که رحمت الله علیه، رضی الله عنه، علیه السلام. این عنوان تو بخوای نخوای از دل برش میگویی. تو انسان را سرش تیر میشه که میگه رحمت خدا کنی، غضب خدا بر بالای تو نازل باشد، لعنت خدا بر بالای تو نازل باشد. حالی از خود استفاده بکنی که اینی وقتی که ما شما نمی داریم اینی وقت به اونا هم بود. اونا درست استفاده کردن، رحمت الله علیه، رضی الله عنه، علیه السلام را کمایی کردن. این وقت در اختیارشان بود، درست استفاده نکردن. یک تعداد
به عوض لعنت الله بر خود گرفتن. ما عملا میبینیم که در دنیا آوازه مرگ در گوش ما شما همیشه از این و آن میاد. با مجرد که بیاد فورا ما شما همون لحظه قاضی هستیم، باز فیصله میکنیم، میگم خدا ببخشش چه انسان صالحی بود، خدا ببخشش چه انسان نیکوکاری بود، خدا سرش رحمت بکنه، اینی خوبی را به ما کرده، اینی خوبی را به اسلام کرده، اینی خوبی را به کشور خود کرده. ما ایتو هم میگیم. و ایتو انسانایی را وقتی که از مرگش خبر میشیم با چی میگم؟ مرد. خو گم که دیگه حال خو مرد. اقلا ایره میگم خو حال خو مرد دیگه. والله این قسم است که ایتو انسانا را مشنویم که وقتی که بمیرد میگیم که خوب شد که کثیف از این دنیا رفت. امیر رقم برش میگم لعنت خدا بر انسان، غضب خدا بر انسان. ایره هم میگیم و گفتیم. بناهن هرگاه که ما اینتو قاضی میشیم یک بار سر خود هم بیاندیشیم، یک روزی است که سر ما هم مردم قضاوت میکنه، آوازه مرگ ما به گوش دیگران هم خواهد رفت. این ایمان داشته باشین. پس وقتی که ما هم میموریم از این دنیا میریم، چی پیش روی خود داریم؟ آنچه که ما به الله پیش میکنیم او چی است؟ او چیزی که رحمت خدا را ما میخوایم او چی است؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم؟ کدام حکم خدا را به اخلاص عمل کردیم و از کدام من خدا واقعا به اخلاص دور شدیم؟ یک بار از خود پرسان بکنیم. جواب والله که غالبا منفی است. وقتی که خود قضاوت میکنیم غالبا شکست خوردیم. جز رحمت خدا شی دیگر نداریم و رحمت خدا قریب من المحسنین. رحمت خدا به انسانای نیکوکار نزدیک است، به انسانای بینماز و بیدین و جفا کننده با رحمت خدا با آنها نیست. ان رحمت الله قریب من المحسنین، با آنها نزدیک است. روی این اساس عزیزا این دنیای ما رفتنی است. قسم با خداست که علائم قیامت یک فعلا ما شما مشاهده میکنیم. حضور پیامبر ما صلی الله علیه و سلم خودش علامه قیامت بود. خود میفرمود انا و ساعه کهاتین، ما و قیامت این تو نزدیک هستیم. رحلت پیغمبر علیه السلام خودش عنوان قیامت بود. و بعد از او این حالاتی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ما شما بیان کرده همش یک تحقق یافته. حدیثی داریم دراز به نام حدیث جبرائیل امین. حضرت عمر رضی الله عنه میفرماید که در گرد پیغمبر علیه السلام نشسته بودیم، ناگهان مرد داخل مجلس ما شد که لباس سفید به تن داشت، موی سیاه داشت، اثر از سفر در او دیده نمیشد. یکی ما هم او را نمیشناختیم. سلام انداخت و زانوهای خود را به زانوهای پیغمبر علیه السلام چسباند. از او بعد از اسلام پرسان کرد، از ایمان پرسان کرد و هر جوابی که پیغمبر خدا علیه السلام میداد و او میفرمود که صدقت، راست گفتی. و ما حیران مانده بودیم که عجیب است، هم سوال میکنه و هم پس خودش میگه که راست گفتی. از این معلومه که چیزی را میداند. بعد پرسان کرد که متى الساعه، قیامت چه وقت است؟ پیغمبر خدا فرمود که من مسئولیت ندارم، مثل که و علمی که سائل دارد و سائل سوال میکند. بعد گفت که و ما اماراتها، علائم قیامت چیست؟ پیغمبر علیه السلام فرمود که ان تلد الامه ربتها. ای که انسانایی که مزدور بودند، کوچک بودند، در خانه های مردم کار میکردند، اونا قائد و رهبر و بزرگ مردم شود، بر اونها حکومت بکند. و ان ترى الحفاة العراة العاله یتطاولون فی البنیان. تو ببینی مردمی که پالوش و سرلوش و در سر کوها میگشتن، اونا را ببینی که به شهرها سرازیر میشوند و قصرهای بلندی را میسازد. آیا شما سوال میکنید که همیشه تحقق نیافتن؟ تحقق یافتن. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که از علائم قیامت یکی هم است که امتی که فعلا زنده است امتهای گذشته و نیاکان خود را کوچک بشمارد، اونها را استهزا بکند. اونها چی را میفهمیدن؟ همین چیز را ما فعلا نداریم. مردم فعلی ما گذشتگانمان را تمسخر میکند، کوچکش میراد، سر سخنان اونها نقد میکند، سر پیام اونها را بی ارزش تلقی میکند. این هم از علائم قیامت است. زکات را تاوان میداند اما تو نیست مردم زکات نمیدهد. اگر برش بگه حق خدا است، خیالش میاد که به زور از پیش گرفتی. در اخیر امت که از علائم قیامت است امیست که انسان‌ها زنان خود را دوست داشته می باشد، در رضایت زن خود خدمت مادر خود را می کند. هرگاه خانمش راضی نباشد خدمت مادر خود را نمی کند. چون این گپ نشده و فعلا دیده می شود.
مردم ها سر رفقای خود خرج میکند، با آنها پول میدهد، در خدمتش میباشد، نان برش میکند، ولی در فکر پدر خود نیست. پدر خود تحقیر میکند، توقیر نیک تحقیرش میکند. آیا چنین حالت نیست؟ اما هم تحقق یافته. استیلای کفار به عالم اسلام می شود. آیا اما تو نیست؟ کفار بر کل سیستم مسلط نیستند، بر ما شما مسلط نیستند. این علائم قیامت است و پیغمبر علیه الصلاة و السلام این را بر ما پیش گفته بود که چنین حالتی می آید. وقتی که این می آید باور بکن هر علائم صغرای قیامت را بگیرین، فعلا تحقق یافته و او را ما شما می بینیم. وقتی که چنین است، الله شاهد است که این روز دیگرگون میشد. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت و اخرت. در روز باز میفهمد انسان چی را پیش فرستاده و چی را پشت سر خود گذاشته. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسان پس تو را چی فریفته ساخته به ذات کریم که هر چیز را مفت برات داده، هر چیز را مفت برات در اختیارت داد. ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. آن ذات عظیمی که تو را آفرید، کس دیگر تو را پیدا نکرده، کس دیگر در دنیا امرت بسیار کم کمک میکنه، 10 دفعه سپاسش میگویی، 10 دفعه شکرش میکشی، 10 دفعه دستش برش میبوسی. خدا تو را پیدا کرده، این چشم زیبا را الله برات داده، این گوش شنوا را الله برات داده، این عقل صائب را الله برات داده، این صحت را الله برات داده. این را در کدام بازار نخریده بودی، این را کسی با واسطه بر تو نداده، این کلش نعمت الله هست که بر تو داده. بدان ما غرک بربک الکریم. چی چیز تو را فریفته ساخته به ذات کریم؟ الذی خلقک فسواک. بعد از تساوی برات اندام برداد، 2 دست برات داد، 2 چشم برات داد، یکی که برات میداد کجا بوزه مرافعه طلبی میکردی. الله این نعمت ها را بر تو ارزانی داشت. فعدلک، باز تساوی اندام برداد. یک دست از دست دیگری دراز نشد، کوتاه نشد. یک چشم از چشم دیگری ملی تفاوت بکنه، بعد از بدرنگ میشی. سوراخ بینی تفاوت میکنه، بدرنگ میشی. ابروی تفاوت بکنه، بدرنگ میشی. الله جل جلاله کل چیز را بر تو عنایت کرد. پس نباید ناشکری بکنی، نباید خود ملکی بکنی، با الله جل جلاله کبر بکنی. روی این اساس اجزا این دنیا می رود. آنچه که ما را به طرف خوبی میخواند او چی است؟ در قرآن کریم انسان که یک بار بیاندیشد باز منابع تفکر بر ما میدهد. یکی از منابع تفکر که ما را به طرف معاد میکشاند، ما را به طرف هدف میکشاند، دیدن این نظام است، این سیارات است. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض. یک بار خود نظر بگو که در آسمان زمین چی است. تو زمستان را سپری کردی، باز به بهار تبدیل شد. این عادی است. و ترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى وانه على كل شيء قدير. تو دید زمین را که مرده بود، ما بر اون آب را نازل کردیم. بعد از با یک بار حرکت کرد، از بیخ پک شد. بعد این زمین سخت چیزی بسیار نازکی را کشید که او گیاه است، او گل است، او میوه است، او را بر تو بیرون کشید. کلش دلیل است. ذالک بان الله هو الحق. این کلش به است که الله حق است، ثابت است، وجود دارد و چیزی را پوش پیدا نمی کند، چیزی را به هدف پیدا نمی کند. و انه یحیی الموتى. و امو ذاتی که این زمستان را به بهار تبدیل کرد و بهار را به خزان تبدیل میکند، امو ذاتی است که یحیی الموتى، مردگان را زنده میکند. و انه علی کل شیء قدیر. و الله جل جلاله به هر چیز قادر است. و ذاتی که نبود پیدا کرد که پیدایش کرد، بار دوم ایجاد برش آسان است و برش مشکل نیست. بدان آنچه که اعاده است ما شما خامخا پیدا میشیم. از این خاطر است که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم به حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرماید که یا عایشه یحشر الناس حفاتا عراتا غرلا. قلت یا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض. قال یا عایشه الامر اشد من ذلك. به حضرت عایشه میگه که عایشه روزی میرسد که انسان ها جان لچ و پالچ و ناسنت شده به الله حشر میشود، به الله حشر میشود. حضرت عایشه میگه که ما پیامبر خدا گفتم که یا رسول الله در او روز مردا به زنا، زنا به مردا سعی میکند. پیامبر خدا میفرماید که عایشه او روز بسیار سخت است از اینکه رقم کوچک فکر بکنیم. یک قضیه در یاد ما در پانتون کابل یک روز ششته بودیم، ما داخل این دیپارتمنت شدم،
گپ سرزی برآمده بود که روز قیامت چی رقم است. یک نفر که استاد بود در اونجا گفت که چشما در روز قیامت اینجا میآید، در بالا میشود. این دیگه تشریح کرده رفت. ما برش گفتم چرا این چشما اینجا میآید؟ به خاطر که این شرم است که کل گلوچ هستن یک دیگر را نبیند. ما گفتم اگه سر باید تو پایین کنه چطور میشه؟ به این چشم با آسمان آخه نمیبینه، به این چشم میخواد زمین ببینه که راه برود. دیگه چپ من عزیزا، چشما در جای خودش است، دروغ از چشم اینجا نمی رود. به مو حالتی که ما هستیم با اون حالت حشر میشیم. الله شاء الامر اشد من ذلك. عایشه ای روز بسیار سخت است، ات سخت است که انسان خود گم میکند و نمونه هایش شما در زندگی شخصی خود میبینیم. یک دونه راکت میخوره قسم با خدا دست و پاچه میشیم، یک زلزله میشه مرد اولاد خود اعلام میکنه بیرون میریم. خوب که بیرون رفتیم باشیم این بچه کمان بار دوم در فکر موت میرسه. اون روز است که انسان ها شور میخورد، زن ها اولاد خود را اعلام میکند و هر انسان در فکر خودش میشود. یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه. روز میشد که انسان از برادرش فرار میکنه، از مادر و پدرش فرار میکنه، از خانمش فرار میکنه و هر کس در فکر خودش است. هر کس میره که ما خود چطور نجات بدم. پس این روز قرآن کریم وقتی که انسان مطالعه بکنه بخش بزرگ سوره های مکیش در رابطه به قیامت است. بخش بزرگ مسائل قرآن کریم در اخیر قرآن کریم دو سوره های مکی مسئله زنده شدن بعد از مرگ است. این مسئله عادی نیست. هرگاه ما را تشریح میکنیم یک تعداد در فکر ایتو میفکه مولا تمام روز میخواد امی قبر است و امی قبر است، امی عذاب است و امی عذاب است، امی جنت است امی دوزخ است. والله قسم است که تا هنوز قبر توضیح نشده، تا هنوز زنده شدن بعد از مرگ توضیح نشده، تا هنوز مسائلی که ما در ورای خود داریم توضیح نشده. هرگاه توضیح میشد این رشخندی که ما امروز میکنیم را نمیکردیم، این بیدینی که امروز ما شروع کردیم را نمیکردیم، این جفایی که با قرآن میکردیم و میکنیم این را باز نمیکردیم. زیرا ما در اونجا میفهمیم که اونجا زندگی ابدی است، اونجا با الله حشر میشم، اونجا پیش خدا تو حشر میشم که در روز قیامت که انسان حشر میشه لکل نفس لواء، به هر انسانی که حشر میشه تو یک بیرقی داره و در اون نوشته می باشد که هذا غدرة فلان ابن فلان، این خیانت، این بیرق خیانت فلانه پسر فلانه است، او بیرق در پشتت است، او رد میزنه، او را پت کرده هم نمیتونی که ما از چوب هم نیست کوسو بندازیش. الله جل جلاله این انسان را حشر میکنه. کسی که با او ایمان داشته باشه با دستش به حرام میرود، با دستش به جنایت میرود، در حالی که را گم کرده نمیتونی. ما گفتن مسائل قیامت و زنده شدن بعد از مرگ و حضور ما به الله جل جلاله را کم گفتیم، از این خاطر با این مشکلات روبرو شدیم. روی اساس عزیزا زنده شدن بعد از مرگ حق است، سوال نکیرین حق است و رفتن ما سر پل صراط حق است، عذاب در قبر حق است و همین رقم نعمتهای جنت و عذابهای به قیامت دوزخ این کلش حق است. زیرا ما رسالت را قبول کردیم، گفتیم به آنچه که پیغمبر میگه او راست است، او راست است. روی این اساس ما را آنچه که به چشم ما پرده غفلت انداخته او چی است؟ ما مرگ را یاد نمیکنیم، مرگ را کم یاد میکنیم، از این خاطر خود کنار میزنیم. قرآن کریم چیزی با میفرماید، قل بگو ای پیغمبر، قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. بگو ای پیغمبر از اون مرگی که شما میگریزید و قبولش نداری، و مرگ خامخا به شما میرسد، شما به او میرسید، ایمان به داشته باشید. تفرون منه، از او که شما فرار می، فانه ملاقيكم، شما خامخا به او ملاقی میشوید، خامخا به او روبرو میشوید. و این یک واقعیت است. هیچ انسانی باقی نمیماند مگری که نفس مرگ را میچشد. پس وقتی که میچشد آثار را ما عملا میبینیم. با مجرد که انسان چشمش پت میشد بعد از کل القاب مادی فرو میریزد، کل سیستم مادی فرو میریزد. در اوجا باز بر ما نمیه که آقای مولوی صاحب، جناب فلانه و وزیر صاحب، پوهان صاحب، دکتر صاحب بکشن، باز نامتان کسی نمیگیرد. جنازه تیار شده یا نشده؟ والله که نام ما را کسی نمیگیرد. شما یک بار فکر بکنین که نام ما را در این حالت نمیگیرد. با مجرد که نفس ما مبرد بعد زنم میگه که زود سپرده شود، اولادم میگه زود سپرده شود، با اندازی با این دنیا رابطه قطع میشود. از دنیای دیگری میشیم که کسی نمیخواد ما همراه ما تنها در اتاق باشد، در اتاق همراه ما تنها کسی نمی باشد.
پس وقتی که یک تغییر میاد، این روز که ما شما میبریم و در قبرها دفنش میکنیم، چرا در وجود خود احساس نمیکنیم؟ چرا تغییر را احساس نمیکنیم؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، اون مبارک یک نفر را دید که سر قبرستان خنده کرد. در زندگی امرش گفت نزد، گفت چرا قلب مرده ای داری؟ آل ما هر روز خبر میشیم ولی هیچ آه نمیکشیم، هیچ آواز خدا بلند نمیکنیم، هیچ به الله التجا نمیکنیم. این تو روز ببینیم که قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بعد از او باز پیش او ذاتی که با پوشیده و با عیان با او عالم است پیش از او پیش کرده میشوی. او الله باز بر جواب میداد و مطابق اعمالت که کردی باز بدله میگیری. از خود بیان پرسا مگه چقدر اعمال داریم، چی چیز را پیش الله پیشکش میکنیم. کل فکر ما فکر مادی شده. روی این اساس سر خود باید رحم بکنیم، به طرف رفتن با او دنیا باید کار بکنیم. پس اصل اول برای از که ما به معاد آمادگی بگیریم، به قبر آمادگی بگیریم، بعد از رحلت ما از دنیا واقعا مردم در حق ما به خدا ببخشش، این نکته را باید یاد داشته باشیم که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که اکثروا من ذکر هادم اللذات، زیاد یاد بکنید آن چیزی را که لذت های مادی را از بین میبرد. او چی است؟ مرگ است. مرگ زیاد یاد بکن. مرگ که زیاد یاد کردی بعد از سری دنیا اقا منحمک نمیشی. این نکته است که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه میفرماید که ما امرای 10 نفر در حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم حضور یافتیم. یکی از انصار از پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که یا رسول الله من اکیس الناس و اکرم الناس، اما عاقل ترین انسان و با عزت ترین انسان کی است؟ ایرا پرسان کرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که اکثرهم ذکرا للموت و اشدهم استعدادا له. او انسانی که زیاد مرگ یاد میکند و زیاد آمادگی برای مرگ خود میگیرد. اونو انسان عاقل ترین انسان است و با عزتمندترین انسان است. اولئک هم الاکیاس، اینو گروهی هستند که هوشیار هستند. ذهبوا بشرف الدنیا، عزت دنیا را هم بردن و کرامت الاخره و عزت و کرامت آخرت را هم گرفتن. اینی مردم هستند. حالا شما بیان پرسان بکنیم که دور نمیریم، نزدیک در این افغانستان میریم، در این دریای کابل او طرفش میبینیم یک قبر است به نام تیمورشاه، یکی از امپراتورای افغانستان، پسر احمد شاه ابدالی او طرف است. یک مؤسسه این امیال او را جور کرده. الله شاید چرسی و بنگی هم طرف میرفت و هیچ کس هم ندیدم که یک بار دستای خدا بلند کرده باشه و گفته باشه که یا الله این هم از پاشاهای ما بوده، این از جمله رهبرای افغانستان بود، پروردگار این را ببخش، من یک چیزی را ندیدم. این طرف هم شما ببینید یکی از مجاهدین است، یکی از تابعین است، یکی کسی که به خاطر اعلاء کلمت الله و به خاطر تطبیق نظام خدا و به خاطر گسترش حاکمیت الهی در افغانستان آمده بود. در اینجا شمشیر زد و بالاخره به شهادت رسید. هر طرف که شما میرین شاهد شمشیر است که مردم برش خود به خود در محترم از دست برش بلند میشه که خدای ببخشش. هر روز میبینی که در قبرش مردم به زیارت میره و میگن که خدای ببخشش، خدای ببخشش. معنی رقم نه که یک تعداد گمراه ها میرد، ای طرف مسلمان میره طرف باز خدا نخواسته گمراه و بدبخت میرد، میره به زیارت الا برام براست دیگه، چای بده، بچه بده، دختر بده. این گمراهی را نباید بکنیم. زیارت برو، دو کار بکن، دو کار. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که الا انی نهیتکم عن زیارت القبور الا فذروها فانها تذکره للآخره. ای مسلمانان، شما را از زیارت کردن منع کرده بودم، زیرا شما آدابش نمیفهمیدید. نمیشد که توسط عدم فهمتان به مسائل عقیده گمراه میشدین، بیدین میشدین. بنان آل خو فهمیدین که کل کار الله میکند و الله این صلاحیت ها را به کسی دیگر تفویض نکرده. الله ارادهش از تحت اراده کسی دیگری نیست. الله از کسی کمک نمیخواد. این نظام از الله هست، قدرت از الله هست، سلطه از الله هست، ملکت از الله است و حکومت هم از الله میشود. بنان شما خالی عقیده را پیدا کردین، آل به زیارت بروید، فذروها، برین زیارت بکنید، فانها تذکره للآخره. این زیارت رفتنتان یاد برای آخرتتان است. اونجا که بری بازت میگه که خب شاهد شمشیر علیه الرحمه، خدا تو را ببخشه، تو هم یک جوان 30 ساله بودی، 33 ساله آدم بودی، به خاطر اعلاء کلمت الله جان خود را دادی، فرزندت یتیم شد، خانمت بیوه شد، مرقم در غربت
به سر بردی، در غربت به شهادت رسیدی، اولادگاهت هیچ خبر نشد که امو شهادت تو را یک بار میدیدن، میت تو را میدیدن، جسد تو را میدیدن. تو این کار برای ما کردی و دین به من رساندی. ما هم یک جوان هستم، ما هم به 33 سال رسیدم. ما برای از این دین چی کاری کردم؟ ما برای از افغانستان چی کاری کردم؟ ما برای اقامه دینی که تو در اینجا رساندی چی کاری کردم و کدام مسئولیت را دادم؟ ای تو فکر رو به زیارت گرفتی، ای تو بیاندیش تا که ایمانت دیشته و عقیدت دیشته و امیدت به طرف آخرت برود. این کار بکن. ما به می رقم نمیریم، در روجا میرم بتی الا بتی، در دنیا هم بتی را میگم، در جایی که معنویت است در روجا هم بتی را میگم. حضرت ابن عطیه رحمت الله علیه میگه که مردم همه تو بدبخت میشوند، مردم قبیدین میشن که در اماکن خوب هم مسائل دنیا را باز طلب میکنن، حالا که کل وقت خو به دنیا دادی. در مسجد که آمدی یاد الله را بکن، در اینجا دیگه گپ بار نزن. هر جایی که رفتی در سر زیارت گرفتی، اونجا باز دنیا را نخوای، سر دنیا نه اندیش، اونجا سر اهدافت بیاندیش که تو هم انسان هستی، تو هم جزئی از این خاک هستی. تو برای افغانستان چی کاری کردی و برای این دین چی کاری کردی؟ این سوال از خود بکن. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم میگه فانه تذکرة للآخرة، این زیارت رفتن وسیله برای یاد آخرت و قبرتان است. در اونجا ملتفت شو که از جمله کدام کس خود بودی؟ از اون مردایی بودی که یک هفته بعد فراموش میشی؟ اتو مرده ما داریم که یک هفته بعد فراموش می شود. اتو مرده داریم که 40 روز بعد فراموش می شود. یک کمکی که خوبتر است 1 سال بعد فراموش می شود. این رقم از کدامش خود بودی؟ و اگر می خواهی همیشه باشی، اونا کارنامه ها داشتن، اونا زحمت کشیده بودند، اونا تلاش کشیده بودند، اونا به اندازه کار کرده بودند که تعجب انسان می کند. امام ابو داود رحمه الله حدیث را میاد در رابطه با فتح کابل. بعد از توضیحات از این حدیث را میگه که غالبا شاید این طرفای پل چرخی باشد. یکی از صحابه تابعین میگه که ما پشت یک صحابی را گرفته بودم که به اسلام کمک امرایش بکنم. نماز خفتن را که خواندیم، بعد از گفتم تو پایین رفت و ما پشت سرش رفتم که کسی را اید آسیب نرساند. بعد گفته پایین شد، وضو میگرفت. وضو را که گرفت، وقتی که خیس به طرف بیرون برد، یک چیزی درنده سرش دوید. وقتی که سرش دوید گفت دست برش گرفت. وقتی که دست بر او هم جای به جای ایستاده شد و ما از ترس گفت درخت خیستم. بعد از برش گفت که ببین خداوند متعال غذای تو را در گوشت ما تعیین نکرده، برو یک جای دیگر طلبش بکن. گفت اما تو دور خورد و رفت. ما دیگه در بالای درخت هستم و این صحابی ما دم زیر درخت چادر خود انداخت، با نماز ایستاده شد. ما شرم دیگه پایین نمیشدم. وقتی که 2 رکعت نماز خود خلاص کرد، بعد دستای خدا به الله جل جلاله بلند کرد که یا الله، به این ملتی که صبح امرایش ما رو برو میشیم، اینها دین تو را نمیداند، اینها پیغمبر تو را نمیشناسد، اینها از عذاب قبر و رفتن به سوی تو خبر ندارد. پروردگار این مردم را هدایت نصیب بکن، پروردگار ما را اخلاص نصیب بکن. چنان دعای درازی کرد که مرا در بالا اشک گرفت. گفت اشکم چکید بر بالا از این بالا برام سعی کرد که تو چی میکنی؟ گفت من برش گفتم خیر بوده واسه از ترس از درنده گفته اینجا آمدم. گفت باز برام خنده کرد و مرا رخصت کرد. تو انسان ها به خاطر از این ارزش های از دین از کجا آمدن؟ به خاطر که به ما تو دین برساند. بنابراین اول کاری که ما و شما میکنیم امیسته که قدم برای طرف آخرت خود در امی چند لحظه زندگی خود برداریم. امام اوزاعی رحمت الله علیه یکی از بزرگترین علما هستند. اون میفرماد که یا ایها الناس اعملوا، ای مردم عمل بکنید، فانی اريد ان اعمل ولكن لا استطيع. عمل بکنید، عمل. فانی اريد، هر انا من میخواهم، ان اعمل که عمل بکنم، ولكن لا استطيع، ولی توانش ندارم. چقدر ریسفیدا در اینجا حضور دارن الحمدلله. از پیش پرسان بکنه که در این حالت ریسفیدی بسیار کار است که تو نمیتونی بکنی. پیش میتونی وضویت از یاد نگاه بکنی و بسیار نماز سرش بخونی و حالی نمیتونی. پیش میتونی اما تو قامت استوار داشتی، میتونی قیامت دراز بکنی، رکوعت دراز بکنی، سجده دراز بکنی و الان کرده نمیتونی. پیش میتونی که از کجا تا کجا پیاده بری ولی فعلا این توان امرایت نیست. پیش میتونی روزه بگیری ولی فعلا این توان امرایت نیست. پیش صحتمند بودی ولی ضعیف هستی. پیش قدرت داشتی، خودت میتونستی که در راه خدا انفاق بکنی ولی به دیگران میگه بچه‌م یک چیز خود کمک بکن، ولی از بچه چه اجازه میگیری، ولی به این حالت رسیدی. حضرت امام اوزاعی میگه که اعملوا فانی اريد ان اعمل، عمل بکنه، من میخوام که یک چیز بکنم ولکن لا استطيع، ولی حال کردن نمیتونم، ولی بسیار ضعیف شدیم. عزیزان ما شما هم به حالت میرسیم. و از طرف دیگری فوش کنین به جوانیتان هم ننازین، به صحتتان هم ننازین. همیشه که آواز مرگ به شما میاد از جوانا زیادتر است نسبت به سفیدا.
آوازه های مرگ جوانا همیشه شما زیاد میگیرین نسبت به سفیدا. بنان از او جمله میشه که ما بوده باشم، میشه که از جمله کسایی که صبح ما نباشیم. بنان وقتی که نباشه اونجا چی را دادی و چی را به الله جل جلاله پیشکش میکنی، چی را به خداوند متعال تقدیم میکنی. از این خاطر است که بر ما شما لازم است که این نکات را دقیق بگیریم. حضرت عبدالله عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه هر شب یک تعدادی از علما را یاد جمع میکرد. بعد برش میگفت که شما برام گپ بزنید در رابطه با مسائل و اهداف ما. یک بار باز کلشان به مرگ شروع میکردن، گپ سرزی شروع میکردن که چی کاری بکنیم خدمات به مردم شود، چی کاری بکنیم که یک نظامی را استوار بکنیم که در او عدل و دین بیاد. سرزی باید بحث میشد، قوانین را درست تنظیم بکنیم، احادیث پیغمبر را جمع بکنیم. یک بار در فکر مرگ میرفتن تا صبح گریان میکردن، تا صبح گریان میکردن، کل کارمات میمان و کل شب را به گریان سپری میکردن. اونا میفهمیدن که الا ان للموت سکرات، آگاه باشه که به مرگ سخت سکرات است، سختی ها هستن. بوره که به یاد می آوردن کار دنیا از پیش فراموش میشد. اما تو میمان به شوی دیگری، شوی دیگر که باز میشوشتن، باز به گپ مرگ که میرفتن، باز گپ دنیاش از پیش فراموش میشد. اجزا ما به او باید ملتفت باشیم. روز حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه از دنیا که وقت رحلت میکرد، در آخرین لحظات زندگیش یک نفر برش آمد، یک کاغذه که برش آورد، گفت صاحب میرا خو امضا بکن. گفت چی است که امضا بکنم؟ گفت تو از اینکه تو از این دنیا رحلت میکنی، اولادکایت خرد است و صغیر است، چیزی ندارن، یک چیزی از بیت المال، یک چیزی از زمین، اینا را خو باید برش بدی. بعد برش خنده کرد. عجیب است، الله جل جلاله مرا که پیدا کرده به من رزق مرا تعیین کرده. الله که اولاد مرا پیدا کرده رزق اونها را تعیین کرده. من نمیخوایم ایران نمیخوام که صبح مانند گوشت که در سیخ کبابی داخل شد، سر آتش گذاشته شود و روغنش بچکه، از ما بچکه به خاطر اولادم. ما از آخرت سخت میترسم، از عذاب الله سخت میترسم و الله روزی رسان اولادم است. الله رازق است، او به اولادای میدهد روزی. بنان خدا کار از اونها را میکند. من میخوام خدا نجات بدم، معذرت میخوام این کاغذ از پیشم بردارید. آنانی که ایمان دارن به این میفهمد که الله آفریدگار اولاد موتوست، الله آفریدگار ناموس و خانواده و زندگی موتوست. بنان سری دنیا که نباید فریب بخوریم که کل چیز در همینجاست و همه چیز در اینجاست. درست است که الدنیا مزرعه للآخره، دنیا کشت برای آخرت است. خدا نخواسته غلط چیزا کشت نکنی، غم برای خود نخری، این تو چیزا کش نکنی که صبح باز دوست پیش الله جل جلاله برود. این دنیا جایی است که سر خود باید حساب بکنیم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اشرف مخلوقات است. او مبارک وقتی که مریض شد، بعد از حضرت علی ابن ابی طالب زیر یک قولش آمد و حضرت فضل ابن عباس به قول دیگهش، اما تو کشکشان به طرف مسجد رفتند. پر بود مسجد از صحابه پیغمبر علیه الصلاة و السلام. در اینجا پیغمبر خدا که نشست، از او بعد توصیه ها کرد. بعد از او به مردم گفت که ما از این دنیا رحلت میکنیم، بیاین امرام یک خوبی بکنین. او خوبی چی است؟ از هر کسی که قرضدار هستم اینم یا قرض خدا بخواهد که صبح نشد پیش الله از پیشم بخواهد. در اینجا باز ما پول ندارم، در اینجا نگفت که ما پیغمبر هستم، باز مرد چی که بخوام ما پول ندارم، در اونجا با چی بر دادن نمیتونم. بنان اگه امرای ما خوبی میگه این امیال پولتان بخواین، این امیال پولتان بخواین. یک صحابی عرض کرد که یا رسول الله دور په قرضدار مسیح و فورا به فضل گفت که برش بده. بعد گفت که من انسان هستم، شاید اشتباه کرده باشم، کسیتان را توهین کرده باشم، کسیتان را دشنام زده باشم، کسیتان را لط کرده باشم، بدان وجود ما در اختیار شماست. بیاین به خاطر خدا مرا بزنید، به خاطر خدا قصاصتان را بگیرید. یک صحابی استاد میشونه که یا رسول الله تو مرا زده بود در فلان جای، ما باید قصاص خود را بگیرم. و پیامبر خدا سخت خوش میشه بیا قصاص تا بگیر. وقتی که نزدیک برش میشه که گفت یا رسول وقت یک چیز چادر در جانم نبود، پیران در جانم نبود که تو مرا زدی، لوچ بود. که در قصاص مساوات است. پیامبر خدا دامن خدا بلند کرد گفت بزن مرا و او صحابی بوسیش کرد. بنان او پیغمبر میترسید از مرگ، از ایستاده شدن به حضور الله میترسید و گفت که مرا بزن. ولی صحابی بوسیدش و گفت که شکر خدا که در آخرین لحظات باز هم لبایم به وجود تو خورد. او صحابه بودن به این میفهمیدن که این دنیا چی رقم است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با او عظمتی که دارد، یک روز هم تو ششته یک کاید آورد، بعد گفت کاش که نیکاو میبودم، ولی ابوبکر نمیبودن که الله از پیشم پرسان میکند. دیگر روز ششته بود یک قوچیگه که در بالای چق چق کرد، باز گفت چقدر خوب است، هیچ کس از پیش پرسان نمیکنه. ابوبکر خونیست که از پیش باز پرسان میکنه. ابوبکر مورد سوال قرار میگیرد. اینا شخصیت های بودن. حضرت وقتی که وفات میکنه
باز هم شطور را کردم یک پالانش ایره حضرت عایشه رضی الله عنها رایی میکنه به حضرت عمر، گفت آل تو خلیفه مسلمان ها شدی، آل تو امیر مسلمان ها شدی. اینی چیز از ابوبکر مانده بود، دیگه چیز نمانده بود. و حضرت عمر میگه که قسم به خداست که ابوبکر خشت سخت را به ما گذاشت، خشت سخت را به ما شما گذاشت. عین شکلش از حضرت عمر را ببینین، از حضرت عثمان رضی الله عنه زندگیش را ببینین، از حضرت علی ابن ابی طالب زندگیش را ببینین. این کلشون باور به داشتن که این دنیا ما ترکش میکنیم و پیش الله جل جلاله تنها حشر میشیم و الله از پیش ما پرسان میکند. اونا عمل میکنن به آخرتشان و میگه که این دنیا، یقینا این دنیا یک رحله است، کشتیوار پیش میرود و اولاد خود را پشت سرش خود میگذارد. و عین شکلش آخرت هم یک رحله است که به پیش روی شما میاد. ولکل واحد منهما بنون، برای دنیا و برای آخرت افرادی هستند، مردمی هستند. کونوا من ابناء الاخره ولا تکونوا من ابناء الدنیا، از مردم آخرت شوید، از مردم دنیا نشوید که در زندگی 100 ساله بچرخی. فقط فکرت امی بوده باشد. فان اليوم عمل لا حساب، امروز وقت است که هر چی که میکنی حساب از تو کس پرسان نمیکند. این امیال روزه را بخو، کس از تو پرسان نمیکند. برو در خانه هر چی که خوردی، هر چی که نوشیدی، کی از تو پرسان میکنند. مراقبت الله را در نظر بگیرین. و غد حساب لا عمل، صبح باز فقط پرسان است و عمل وقت برات نیست. اوجا وقت برات نیست که برو نماز بخوان، برو روزه بگی، بزد فلان معذرت بخواه، این گپا نیست. بنان ما شما باید تو یک حالت روبرو هستیم، ملتفت باید بوده باشیم که الله از پیش ما شما پرسان میکنه، از این صحت ما پرسان میکنه. ما ذال قدم ابن آدم حتی یسأل، قدمت به طرف جنت گذاشته نخواهد شد تا الله از تو پرسان نکند. از چی پرسان میکند؟ اول از کل جوانیت پرسان فیما افناه وعن شباب فيما أفناه وعن عمري فيما وعن عمري عن شباب فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. از کل عمرت پرسان کجایی را خرج کردی، از کجا از دست دادی، جوانیت در کجا ریش سفید ساختی، ریش خوسیا بود چطور سفید شد، در کجا سفید شد، جواب بده. مال از کجا به دست آوردی و کجا انفاقش کردی، از کجا به دستش آوردی. مال به دزدی میگیریم، مال به رشوت میگیریم، تمام روز پیش فکر ما در میست که اگر فلانه جای رفتیم انشالله پول زیاد به دست میاد. زیرا این حکومت هم ریشخند است، نه؟ حکومت هم هر قدر که خیانت بکنی دیگه هم برات میگه آفرین، دیگه هم زیرا کلشان خائنا هستند در اینجا. از این خاطر است که حکومت هم پرسان نمیکند و مراقبت الله هم نیست. تمام رو جمع کردن پول است، تمام رو ازدیاد کردن پول و دارایی است. میگه این پول از کجا به دست آوردی و کجا انفاقش کردی. و سوال چهارم میکنه که اما علمی که یاد داشتی چه عمل کردی. درست است که پروفسور نیستی، درست است که مجتهد نیستی، ولی یک چیز خو میفهمیدی. آیا امیر نمیفهمیدی که دروغ حرام است؟ ایرا کل ما شما میفهمیم. خیلی چرا دروغ میگیم؟ آیا کل ما شما نمیفهمیم که رشوت حرام است؟ خیلی چرا میخوریم؟ آیا کل ما شما نمیفهمیم که گرفتن مال یک انسان مظلوم یا حرام است؟ چرا خیلی کارا میکنیم؟ غیبت کردن کل ما شما نمیفهمیم که حرام است؟ خیلی چرا میکنیم؟ ببین این چیزایی است که ما به او علم داریم. الله از همین پرسان میکنه که همه علمی که داشتی چرا سرش عمل نکردی؟ درسته که تو پروفسور نبودی ولی را خو میفهمیدی. این را خو میفهمیدی حی علی الصلاه، این علائم است که بیا به طرف نمازی را خو میفهمیدی. چرا خیلی لبیک نگفتی؟ این مساجد را خو میدیدی بر ریزی بود که باید نماز بخوانی، خیلی چرا نخواندی؟ این سوالایی است که ما شما روبرو امرایش میشیم. بنان از آل باید استعداد بگیریم و در اون روز پیش الله جل جلاله که میریم سخت میترسیم. از این خاطر است که الله که میترسیم، الله کدام ذات متوحش نیست که شیر و پلنگ واره که ما شما را بخورد و یا ما شما را بدرد. حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه میفرمه که ای ذات عظیمی که ترس از تو نیست مگر از عدلت است. یا الله هر کس که سرما عریضه نوشته کنه و با تو پیشش بکنه، نه تو از او حیا میکنی، نه تو از او میترسی و نه تو عاجز هستی که باز جواب برم نتی، باز فورا سرم فیصله میکنی. از این خاطر الله عادل است. الله یک چیز را پرسان میکند. عزیزا بنان آمادگی برای از روز ضروری است. باید به فکرش بوده باشیم و آماده برش بوده باشیم. آیا اگر خواسته باشیم که ما واقعا در او روز کامیاب شویم، پس در درس دیروز خود میریم، پری روز خود میریم، از سر فکر بکنیم که یا الله تو این نظام را به قدرت آفریدی، یا الله تو این نظام را به علمت آفریدی، یا الله تو این نظام را به شمول ما به اراده خود آفریدی، یا الله تو این نظام را به کس دیگری نسپردی که اونها سرش عامل بوده باشه، اونها حاکم بوده. این تقسیمات تو نکردی فلانه صاحب فلانه دستانه صاحب. این کل نظام در اختیار تو است. یا الله هر آنچه که تو بخوای می شود، نه آنچه که من میخوایم. یا الله ضرر و نفع آسان تو است. یا الله رازق تو هستی.
در این فکر شویم که وقتی که او ذات عظیم است، پس او خدای عظیم است که به ما تو رزق هم تعیین کرده. و فی السماء رزقکم، در آسمان رزق شماست عزیزا. یک روز ما در مسجد رفتم، در مسجد که تبلیغی هستن، و نماز دیگر خواندم، ششتم دیدم که یک مولوی صاحب نصیحت میکنه. یک نصیحت بسیار جالب کرد، بسیار چیز از او یاد گرفتم. اوجا گفت که دو چیز است که ما بدلش کردیم، سرچپش کردیم. کار خدا را خود ما گرفتیم و کار خود ما را به الله دادیم. من کی چی میگه؟ کار خدا را ما چطور گرفتیم؟ گفت ببینید که الله میگه که و فی السماء رزقکم، رزق شما در آسمان است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، الله جل جلاله رزاق و توانمند بزرگ است، توانمند است الله به اینکه به هر انسان رزقش بسپارد. الله ذات عظیم است که با او پرنده هایی که در آسمان ها میگردد، زمستان کل جای را برف میگیرد، ولی به او وحوش و طیور و حیوانات الله کا برش میرساند، الله گوشت برش میرساند، اونا را از گشنگی نمیمیراند، با اونا آب نانش میرسد. چرا؟ او رزاق است. بنان ما شما خلیفه خدا هستیم در اینجا. این کل نظام را الله به خاطر ما و تو آفریده، بنان ما و تو از گشنگی نمیموریم. میگه این اصل عقیده است که رزاق الله است. گفت ما چی میکنیم؟ والا صاحب امی طلب روزی هم واجب است، فرض است دیگه. ایرا که تو نکنیم خو نمیشد، ما باید معیشت را جمع بکنیم. تمام روز به خاطر نان جمع کردن نان حکم خدا را زیر پای میکنیم. با نماز پیشین نمیریم، با نماز صبح نمیریم. چقدر الله حلیم است. شما میبینی یک انسانای گمراه را که باز خدا که بگوی کافر هستی یا برش بگوی منافق هستی، باز زورش میده. صبحی میخواد غسل میکند، ریش خدا خوب پاک چه تراش میکنه، نکتایگه که خدا خوب میزنه، عطر میزنه، خوب کاره. یک دستای خود نمیشه، 2 رکعت نماز نمیخواند، 2 رکعت نماز نمیخواند. الله چقدر حلیم است، چطور زیر نمیبرد. به این کل کار وقت داشت، خب با 2 رکعت نماز وقت ندارد. با مجالس وقت دارد، با پارلمان وقت دارد، با این و آن وقت دارد، خب با خدا وقت ندارد. ایتو انسان ها را ما شما میبینیم و وجود دارد. گفت یک کاری که از خداست که رساندن رزق است، او را ما گفت میکنه ولی ذمه‌واری فرزندا خو سر ماست، رزق فرزندا خو سر ماست. اگر من نکنم جمع بنان اولادم گوش نمیماند. حالا کی کار نباید بکنه. کار دومه که کار ماست، او را به خدا سپردیم. کار ما شما چیست؟ رسانیدن این دین به دیگران. این واجبه ما تو است. تطبیق از دین بر مردم واجبه ما تو است. این واجبه ما تو است. صحابه ای را میفهمیدن که 1 رکعت نماز که در کعبه بخونی 1 لک نماز در دیگه جاست. این را میفهمیدن. خب با وصف هم پیاده تا افغانستان می آمدن. با وصف هم اونا هم زن داشتن، اولاد داشتن، خوب میفهمیدیم و دوست داشتن، ولی به خاطر حکم خدا این سفرهای طویل مدت را میکردن. چرا این کارا میکردن؟ میفهمیدن که الله در سر شانشان این مسئولیت را گذاشته که دین به دیگران بسپارد. الله اونا را مسئول کرده که دین سر دیگران تطبیق بکنه. این مسئولیتشان است. از این خاطر کار کردن. ما چی میکنیم؟ والا حافظ دین خدا است. ایتو میگم آمریکا آمده بلد سرش این دین نگهبان داره، نگهبان خدا را خو بلد سر تو که تو چی کار هستی؟ سر ما تو چی حکم است؟ این بی غیرتی را سایکو، این بی تفاوتی را سایکو، این عدم مبالات با امور دین است سایکو. باشیم خدا نگهدار دین است. استغفر الله. الله نگهدار دین است ولی تطبیق کنندش نیست. تطبیق کنندش ما تو هستیم. اگر تطبیقش کردیم عزت دنیا و آخرت را کمایی میکنیم. اگر تطبیقش نکردیم جهل دنیا و آخرت، مصیبت دنیا و آخرت به طرف ما میاد و الله جل جلاله از پیش ما پرسان میکنه که بیا حساب بده. به کار دنیایت وقت دادی، به تجارتت وقت دادی، به دفترت وقت دادی، به پوانتونت وقت دادی، به کار دین چقدر وقت دادی؟ کار دین مفت نمیشه تا وقت ندین. شما اینجا وقت دادین گپای ما را مشنوین. ما وقت دادم برای شما میگم. هرگاه شما وقت نمیدادین ما وقت نمیگیم مجلس جور میشد؟ نه، مجلس جور نمیشد. پس بر ما تو ضرور است که به خاطر که پیش الله جل جلاله یک چیز داشته باشیم، در این چند روز زندگی خود یک اعمال صالح را بکنیم، در این چند روز زندگی ناچیز خود یک چیز را پیش بکنیم. ایمان به این داشته باشیم که از این دنیا خامخا میریم، از این دنیا خامخا میریم، زیرا دیگرها هم رفتن و ما هم میریم. بنان خدا نخواسته از اون مردم نباید بوده باشیم که در یک هفته فراموش شویم. ابن ابی دنیا رحمت الله علیه او میفرماید در یک، و ابن قیم رحمه الله هم عنوان میگه که شخصیت های انسان به اساس اهدافش تثبیت می شود. هر قدر هدف عالی داشت به امو اندازه شخصیت عالی است، هر قدر هدف کوچک داشت به امو اندازه شخصیت کوچک است.
شما جوان هستین الحمدلله، این هدفتون را کوچک نگیرین که والا یک چند نفر پیدا بکنین، یک خانه مفشن و دو بلند منزلی و این آن داشته باشین، زیرا عمق با شخصیتتان کوچک است. تو یک هدف باید داشت که خدایا تو یک دکتر و انجینر، یک انسان صالح، یک عالم مرا بساز که برای عموم مردم افغانستان و مسلمانان بلند منزل بتم، اونا را با عزت بگردانم، ما برشان جور بکنم، ما در یک چی خرابه گودلای بشینم و دیگرها در قصرها بشینند، من نان چای بخورم خود دیگرها بهترین نان بخورد، ما ولو در تاریکی بشینم خود دیگرها در برق بشینه. ای تو فکر بکن و به این هدف خود تربیت بکن، بعد از خدا باید استعداد بهت میده و این رقم فکر شخصیت بلند میبره. شخصیتی که بلند رفت مردم فراموشت نمیکنه، که مردم فراموشت نمیکنه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در شأن صدق میکنند. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روز نشسته بود، یک جنازه پیش آورد. وقتی که آورد کلی گفتن که بسیار خوب آدم بود، خدا ببخشش خدا ببخشش، گفته رفتن. پیامبر خدا گفت وجبت وجبت. مدت بعد یک جنازه دیگه تیر میشد و او گفت خب مرد دیگه، خب کلی یک رقم کردن. پیامبر خدا گفت وجبت وجبت. صحابه گفتن یا رسول الله تو چی گفتی وجبت وجبت؟ این معنای چی است؟ انتم شهداء الله فی الارض، گواهان خدا در زمین شما هستید. هرگاه که شما گواهی دادین که فلانه انسان خوب انسان بود، پیش الله هم خوب انسان است و جایش جنت است. هرگاه شما گفتین که فلانه انسان بد انسان بود، پیش خدا هم بد است، جایش دوزخ است. والله این قسم است اگر اهداف خود را بلند بگذاریم و امید خدا بلند بکنیم، خداوند متعال شخصیت ما شما را نگاه میکنه. بعد از ذهن مردم فراموش نمیشیم، باز نگاه میشیم و مردم در حق ما دعا میکنه. شما ببینید که او علمای بزرگواری که رحلت کردن، از هر کدامش 1100 سال 1200 سال 1300 سال اینا رفتن، این کل شخصیت ها رفتن، ولی امروز هم ما میگیم که رحمت الله علیهم رضی الله عنهم، اینا مفت نگرفتن. بنان ما شما هم به خاطر از زنده شدن بعد از مرگ خود بیاین یک اقدام میکنیم، یک تعهد به الله میگیم که یا الله اول به تو نیایش میکنیم که پروردگارا سر ما رحم بکو، با لطف و کرمت در وجود ما این استعداد را بگذار که آمادگی برای قبر خود بگیریم. یا الله ما عاجز هستیم، ما ناتوان هستیم، ولی تو خو غنی هستی، تو خو رحیم هستی، این قلب ما را به طرف اصلاح بگردان. از این خاطر است که پیغمبر خدا همیشه دعا میکرد یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، یا ذات عظیم که قلب ها در دست تو است، قلب ما را با دین نگاه بکو، قلب ما را با اسلام حفظ بکن. این دعا را بکنیم و همیشه به الله جل جلاله التجا بکنیم. از این خاطر یک کارخانگی ورمیتم شما را بیاین در می رمضان تجربه بکنید، بسیار لذت دارد. ما لذت های دنیا را زیاد میگیریم، از زرق و برق زیاد گرفتیم. یک تجربه دیگه هم بکنین، 15 دقیقه یک وقت خاص را به الله بدین که یک تو باشی یک خدایت باشد، هیچ کسی در اون مجلس نباشد، هیچ کسی خبر هم نشود. به الله سجده را بگذار و گناهایت برش پیش بکن. بعد بگو یا الله تو غنی هستی، یا الله تو خو رحیم هستی، یا الله تو خو مهربان هستی، به این عاصی رحم بکن و دلش اصلاح بگردان، عقیدهش اصلاح بگردان. هرگاه شما چنین کاری کردین، الله شاید از باز میبینی که لذتی که در او سجده است با دنیا و مافیا هم برابر شده نمیتوند. لذتی که در او استاده شدنتان به الله است با هیچ چیز دیگری روبرو نمیشد. از این خاطر فضیل ابن عیاض رضی الله عنه میفرماید که یگان لحظاتی است که بر عمر ما میگذرد، به جان ما میگذرد، هرگاه سلاطین او را بفهمد به زور شمشیر شاید از ما بگیرد. بنان خب ولی با تاسف که سلاطین او را خبر نیستند، او را نمیفهمند. بیاین یک وقت خود را به الله بتین، یک 15 دقیقه به الله بتین، باز میفهمین که زندگی با دین چی است، زندگی با الله یعنی چی، زندگی با خدا یعنی چی. این کارا بکنیم. خداوند متعال امور دنیا و آخرت ما شما را اصلاح بکند. یک نکته ای که در سوالای دیروز مطرح شد، من میخوایم در رابطه با او یک پیشنهاد بدم. من نمیفهم که چرا در افغانستان چنین حالتی است. امی شور بخوریم دو حالت داریم. اگر بعضی از چیزایی که او خرافات است، دین نیست و مذهب نیست، سرش انتقاد بکنی فوراً در ذهن مردم باشی ولی بخوانی که وابی است، ولی بخوانی که مذهب را ترک کرده. این کار صحیح نیست. ما اول یک نکته براتون عرض بکنم. ما امیدوار هستم برای جمعیت اصلاح یک کار دیگر هم که ما شما بکنه که یک کنفرانسی را خاص به خاطر ارزش و بزرگداشت و معرفی مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بگیریم تا ما بشناسیم که او کی است. این کار را باید بکنیم و ان شاء الله امیدوار هستم امان استاد عصر رسولی صاحب همین آمادگی را بگیرد که یک کنفرانس در رابطه به هم داشته باشیم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شخصیتش چی بود، مذهبش چی است. قسم با خدا 1200 سال بر بیش از نیم کره زمین حکومت کرده این مذهب.
این مذهب مشورتی است. شخصیت های عالمی در اینجا است که ما به خاک پایش هم نمیرسیم. والله این قسم است اگر ما به حیث نوکر و خدمتگار ما ابو حنیفه حشر شویم، الله شاهد است که جنت ان شاء الله جای ما خواهد بود. ما به این میفهمم. بنابراین آنچه که ما رد میکنیم او چیزی است که مذهب نیست. او را والله بالله ما ابو حنیفه نگفته، والله بالله او را مذهب نگفته. بنان از زور بی معنا و پوش در مذهب داخل شده، ولی مردم ما خبر ندارد. هر به ما برش میگه این کارا نکو، خیالش میگه که ولی مذهب نیست. استغفر الله. مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله گفتم کفایت میکنه. 1200 سال حکومت کرده، و مردم نظام داده، سیستم داده. شخصیت های بلندی در اینجا تربیت یافتند که هر کدامش مباحات و افتخارات اسلام است. بنان ما انسان ها بسیار کوشش خود بودن که در رابطه با اون نقد بکنه و سخن داشته باشند. آنچه که بد است خرافات است. آنچه که بعد است که دین نیست به نام دین چخش میکنی، مذهب نیست به نام مذهب چخش میکنی، او چیز بعد است. و ما خدا کنه که بر ما باز وابی کسی میگوید، پنجپیری کسی میگوید، لا مذهب کسی میگه، علیه خرافات مبارزه میکنیم. و این واجبی ماست و این دین ماست و ما باید این کارا بکنیم. و الان در لابلای مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه، مذهب ما ابو حنیفه اگر دیگرا گپ استاد یک انگشت برش مانده، ما 5 انگشت برش ماندیم. دیگرا شاید نشناسه اما تو تقلید کرده برا، ولی ما علما او را قبول کردیم. ما به او افتخار میکنیم و ما میبالیم و سرزو عزت میکنیم. آنچه که خرافات است قبولش نمیکنیم. خرافات زیاد است، کم نیست که ولی نمیاد براتون بیان بکنم. یک قضیه که ایران ببینی، یک روز یک کسی وفات کرده بود، دیگه جنازه‌ش میگیره میورداره، تحقیق کرده باز میمونه، باز میورداره باز تحقیق کرده میمونه. چی گپ است؟ والا صاحب این رقم سنت است. امر که سنت از جان خود جور کردی، این از کجا پیدا کردی؟ این خرافات سی را بر میداره. اینا بیل من دوزه خاک من باز برتا بیل دیگه. از کجا ایره پیدا کردی؟ لالا ما علیه چیزا مخالفات مبارزه میکنیم. قرای که شش تا مولا بدروش میگه اینجا یک چیز برام نوشته کو بازم بدروغ تو تکه درویس بدروغ نوشتم نمیکنه. البته با خدا میاره عقل قبول میکنه، همین دین است. ما علیه خرافات مبارزه میکنیم، قبول نمیکنیم. حلوای تا بر پوش میکنم، حلوای مرده سیر ببر سر قبرستان دیگه. به او میتیجم والا سر گلونم درد میکنه، ما خود ضرورت نداره دیگه. میگه سر مرده دیگه والا میگه فشار ما بالاست دیگه. هیچ کس او را نمیخوره، او را او سوسو مندازه به نام حلوای مرده. و این در مذهب است، این در دین است. ما علیه خرافات مبارزه میکنیم، با صراحت میگیم که این مذهب نیست، این دین نیست، بنا سر این کار میکنیم. این ختمای جعلی و خود ساخته علیهش مبارزه میکنیم و میگیم این صحیح نیست. این تراویح که ترپ خوانده میشه علیهش مبارزه میکنیم. درست تراویح بخوان وطن دار، صحیح قرائت بکن، صحیح رکوع بکن، صحیح سجده بکن. این را میگیم. بنا این چیزایی است که ما میگیم و از کسی باک هم نداریم. این را واضح بیان میکنیم و کسی که امرا دلیل میگه حاضر آماده هستیم. جای ما معلوم است، در این کابل زندگی میکنیم. بنا و افتخارم به مذهب خود داریم. الحمدلله که ما مذهب میشناسیم و به اساس علم خود قبول کردیم. این را کورانه قبول نکردیم. مطالعه کردیم باز گفتیم که ما یک مذهبی هستم و افتخارم به دارم. خداوند متعال. بنان سوالایی که براتون پیدا میشه یک بار تو کار نکنین که هر کس قرتک زده بره ها لنگی یک جا مفته، پای دیگه جا مفته، ولی این مذهب شد، این دین شد. ما علیه این خرافات مبارزه میکنیم. این طبله و ارمونه را کسی میزنه باز میگه خدایا بر تو نوازاندیم. ما علیه این خدا بر تو نوازاندیم مبارزه میکنیم و میگیم این دین نیست. این کارا میکنیم. بنان اصل کسی که ذکر میکنه بیایم مهربانی بگم با دلیل گپ بزنیم. خرافات باید مسئولیت ما و شماست که علیه خرافات مبارزه بکنیم و در ریابطه کمک ما و شما، استعانت ما و شما این واجبه ما تو است. بنان ما وقتی که ما مردم یک چیز را میگن چرا مردم خار میشد؟ تراویح میخوانیم، 4 رکعاتی که خواندی بعد از تراویح هست. تراویح را اثر کس که پرسان میکنی و در روشنی صحابه پرسان میکنی چی میکردن؟ میگه 4 رکعات نماز که میخواندن بعد از تفریح بود. یکی میرفت، یکی میشوشت، یکی گپ میزد، یکی چای میخورد، یکی گپ میزد. ما اینجا سر شروع کردیم یا مجوری خفته رایسیم. این مرد که به مردم وقت بدین، بگذار مردم سفر را بشکنن، بگذار که بر و بیای تفریح بکن تا بار دوم استاده شو درست نماز بخواند. یک تعداد دیگه باز گفته که والا خو ما قرآن کریم میخوانیم. خب پیشتر هم را مصروف کردی، ولی باز مصروفش کردی، چرا وقت برش نمیدی؟ اگه مذهب از خو توضیحش بدیم، دقیق سرش کار بکنیم. خداوند متعال ما شما را توفیق عنایت بکنه که با دین پابند بوده باشیم، با مذهب خود پابند بوده باشیم، ارزش مذهب خود را از ادله بگیریم، دلایل را داشته باشیم. و آنانی که در مذهب ما ابو حنیفه دلیل میخوان، یک بار برن 2 کتاب وجود در بسیار کتاب زبان نوشته شده فعلا، الفقه الحنفی
فی ثوبه الجدید. فقه حنفی در لباس نوش، کتاب زیبایی است، در 6 جلد است. یک بار مطالعه بکن که احناف هم دلیل دارن. کتاب دیگه الحنفی و ادلته در 1 جلد است. بود یک بار مطالعه بکن، باز مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را مشناسین که در هر موضعش استدلال به حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برد میکنه. این مسئله افضلیات رو باز بگذاریم که چی رقم میشه و چی نمیشه، ولی اختلاف نباید بکنیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مؤمنين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وحد صفوف المجاهدين. اللهم أهلك أعداءنا وأعداء الدين. اللهم شتت شمل أعداء الدين. اللهم زلل أقدامهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مؤمنين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.